他说，习近平主席提出的全球治理倡议是当今国际理念的典范。انتظار ما این چیزایی که گفته شده رو در عمل بتونیم پیاده کنیم. بتونیم با همدیگه رابطه داشته باشیم، بتونیم به همدیگه تجربه هامون رو منتقل کنیم، بتونیم به همدیگه کمک بکنیم و دنیایی بسازیم که صلح و امنیت و آرامش و عدالت و انصاف در اون حکمرانی بکنه. 伊朗与以色列冲突牵动中东局势，他直言霸权霸凌是地区动荡的根源。他强调伊朗和平利用核能的立场。میسازیم با قدرت میسازیم و اینو نمیتونن حق و حقوقی که از نظر قوانین بین المللی کشورها میتونن داشته باشن با زور نگذارن که این 伊朗总统佩泽西奇扬接受高端访谈独家专访，敬请收看。关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎来到本期的高端访谈，我是邹韵。上合组织天津峰会落下帷幕，我们在会议期间对话了来华出席峰会的伊朗总统佩泽西奇扬。现场聆听习近平主席阐释全球治理倡议，佩泽西奇扬总统如何理解其重要意义？地区冲突此起彼伏，他希望如何实现中东地区的持久和平？而对于不断深化的中伊关系，他有着怎样的期待和展望呢？今天我们一起在对话中寻找答案。佩泽西奇扬总统您好，感谢您接受高端访谈的专访。بسم الله الرحمن الرحیم ضمن سلام خدمت شما و مردم عزیز چین。我们知道这一次您访问中国是去年7月份当选伊朗总统后首次对中国进行正式访问，所以这一次访华期间您希望能够达成哪些成果呢？ اون چیزی که ما در رابطه با چین تصوری که داریم کشوری است الان به سرعت در حال پیشرفت با وحدت و انسجام و رهبریتی قاطع هماهنگ و برنامه‌هایی در رابطه با توسعه کاملا علمی، کاملا کارشناسانه و هدفمند به این روندی رو که از نظر سیاسی در پیش گرفتن برای فرار از یک جانبه گرایی و تلاش برای چند جانبه گرایی روند بسیار خوب و مقدسی است که شروع کردن و قابل تمجیده. 您在差不多10年前曾经来过中国，所以这一次再一次访问，看到中国有哪些变化让您觉得非常的印象深刻？ اون موقع ما یک سفر علمی بود، یک کنفرانس قلب بود در چین که اومدیم همین پکن و در این رابطه آزاد بودیم، قشنگ میگشتیم میدیدیم. الان ما به صورت دیپلماسی اومدیم و توسعه در گوشه گوشه این شهر و مسیری که ما اومدیم به خوبی قابل مشاهده بود. 2016年，习近平主席对伊朗进行国事访问，两国正式建立全面战略伙伴关系。习主席曾经指出，在世界百年变局加速演进的背景下，中伊关系的战略意义更加凸显。在您的眼中，您认为中伊两国关系的发展对于全球国际关系的演变有什么样的重要意义？ روابط ما در منطقه به چندین هزار سال برمیگرده و تمدن چین و تمدن ایرانی تمدنی است قدیمی و بسیار کهن. ارتباطات ما زمانهای چندین هزار ساله بوده. الان که دیگه به صورت یک برنامه راهبردی و طولانی مدت نوشته شده و الان هم فرصتی است اومدیم اینجا به خصوص گزارشی که رئیس جمهور محترم رهبر عزیز چین داشتن در رابطه با حکمرانی جهانی. برای این حکمرانی نیاز به تعامل بین حکومت‌ها، احترام به تمامیت کشورها، ارضی که در کشورها وجود داره، به اضافه اینکه عدم تفاوت یا فرق گذاری بین اینکه یک کشور ثروتمند، بزرگ، کوچیکه، اینا نگاه‌های بسیار زیبایی است که از زبان رهبر چین در این سمیناری که داشتیم بیان شد. انتظار ما این چیزایی که گفته شده رو در عمل بتونیم پیاده کنیم، بتونیم با همدیگه رابطه داشته باشیم، بتونیم به همدیگه تجربه هامون رو منتقل کنیم، بتونیم به همدیگه کمک بکنیم و دنیایی بسازیم که صلح و امنیت و آرامش و عدالت و انصاف در اون حکمرانی بکنه.
您刚刚提到了习主席在上合峰会期间首次提出的全球治理倡议。当时您在现场近距离地聆听习主席深刻阐述这一全新倡议，有哪些内容让您觉得印象格外深刻？ اون چه که طرح یه بسته است، یه موضوع نی. احترام به قانون، احترام به ضوابط بین المللی، یک به اصطلاح برخورد سلیقه‌ای با کشورها در جامعه الان داره یک استاندارد دوگانه‌ای در دنیا وجود داره. در نتیجه در اون حکمرانی که رئیس جمهور محترم اشاره که فرمودم، یکی از بحث‌ها قانونگرایی و پایبندی به قانون هاست و این قانون نباید یک استاندارد دوگانه داشته باشه برای همه، برای فقیر و غنی، برای کشورهای شمالی و جنوبی، برای کشورهای کوچک بزرگ، دارا و ندار، همش باید یه جور برخورد بشه. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. پس به نظر من برای اینکه اون حکمرانی شکل بگیره، همه اون چارچوبی که پیشنهاد کردند رو باید درست عمل بکنن. چون که مشخصه اگر قرار ما از یک جانبه‌گرایی فاصله بگیریم، اصولا باید به همین چارچوب هایی که در الان در این اجلاس همکاری های شانگهای نوشته شد و امضا گردید، اینو باید اجرا کنیم.其实，中国在推动中东地区和平、稳定、繁荣的方面一直扮演着非常积极而且重要的角色。比如说，在2023年的3月份，伊朗和沙特阿拉伯就在中国的斡旋下决定恢复外交关系。那现在2年多的时间已经过去了，您认为这一复交的决定对于伊沙两国以及对于中东局势的发展有什么样的意义？ اون چه که اتفاق افتاد قدمی در رابطه با اون اهدافی است که رهبری مطرح کردن و این روند نه تنها بین ما و عربستان، بین همه کشورهایی که در منطقه در کنار همدیگه زندگی میکنیم و با یک سابقه طولانی از تمدن و فرهنگ با هم بودیم، با روندی که الان در خود رهبریت چین وجود داره و موقعیتی که هست میتونه نقش خودش رو در منطقه اعمال بکنه، این نقش میتونه پررنگتر بشه، قویتر بشه و برای رسیدن به اون اهدافی که الان در این سازمان ها تصویب میشه و میخواد اجرا بشه، خودش رو در عمل هم نشون بده و برای اینکه بتونه در عمل اینا رو نشون بده لازمش اینه که ارتباطات ما اون کمربند و راه در مجموعه این منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، خارج از اینکه چه کشوری با چه وضعیتی با چه قدرتی هست بتونیم اعمال بکنیم. 总统先生，我想与您讨论一下伊核问题。就在近日，英法德通知联合国安理会要启动快速恢复制裁机制，这就意味着安理会将在接下来的30天内做出决定。您对此是什么样的看法？如何回应呢？ این همون رفتار دوگانه است. ما چارچوب رو با هم پذیرفتیم و برجام رو که 5+1 بود جمهوری اسلامی پذیرفت، پایبند همه این قوانین بود. آمریکا اومد رئیس جمهورش اونو پاره کرد، تعهدی رو که بسته شده بود و 1 سال شاید بیشتر طول کشید تا این توافقات شکل بگیره. ما پایبند توافقات بودیم، ما به اون توافقات داشتیم عمل میکردیم. بعد از اینکه آمریکا پاره کرد، اروپایی‌ها به تعهدات خودشون عمل نکردن و الان اونایی که عمل نکردن با همدیگه نشستن و شکایت کردن که ایران عمل نکرده. کسی که خودش پایبند به تعهدات نبوده میخواد ایران رو متهم بکنه به اینکه پایبند تعهداتشون نبودن. ما تا آخرم تلاش کردیم که در این روند باقی بمانیم علیرغم فشارهایی که تو داخل هم بود. 我们知道，自今年4月以来，伊朗与美国先后进行了5轮谈判。同时呢，原定于6月15号举行的第6轮谈判，由于以色列的突袭而取消。在7月底呢，美国还对伊朗实施了2018年以来规模最大的制裁。在这么多变化和最新的动态发生之后，目前您对于伊朗和美国重启谈判的前景如何评估？同时，您认为美国现在对伊朗实施的这种可以说是极限施压，对于已经就有的信任赤字会带来什么样的影响？ ببینید سال گذشته سازمان ملل اعلام کرد که سال صلح جهانیه. در زمانی که شعار صلح جهانیه و زمانی که ما نشستیم پای مذاکره و گفتگو داشتیم میکردیم،
و با علیرغم این که ما اعلام کردیم به دنبال جنگ نیستیم، به دنبال ناآرامی نیستیم، به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. رهبر عزیز انقلاب اعلام کرده که نظام جمهوری اسلامی به طرف سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. این سیاست و سیاستمداران دیگه نمیتونن تغییر بدن، برای اینکه نگاه رهبر معظم انقلاب هست. علیرغم همه اینها هر روز بهانه میارن که ایران میخواد به طرف سلاح هسته‌ای و این حرفا بره و این روند رو با تبلیغات و با قدرتایی که دارن همچنان اشاعه میدن. ما اومدیم گفتگو کنیم در همون چارچوب‌های قوانین بین المللی و حق و حقوقی که هر کشور در همون چارچوب قوانین میتونن داشته باشن. ولی متاسفانه در میز مذاکره‌ای که بودیم، اسرائیلی که ادعا میکنه تهدید داره میشه، یعنی کشوری که ترور میکنه، کشوری که هر جا رو دلش خواست بمباران میکنه، کشوری که همه انسانها رو در هر نقطه‌ای از دنیا دلش خواست بدون توجه به تمام قوانین بین المللی میاد و بمباران میکنه و میکشه، میگه من تهدید دارم میشم. بعد کشوری که در حقیقت ما بیشترین قربانی ترور بودیم، اون وقت اینا با این ترورایی که انجام میدن در دنیا اعلام میکنن که اینا میخوان ناآرامی ایجاد کنن. ما دنبال ناآرامی هستیم یا مایی که قربانی این ترورها و کشتارهای غیر انسانی غیر حقوقی در دنیا اسرائیل و دار و دسته اونا؟ متاسفانه دنیای عجیبی است و اینا میخوان با منطق زور نگاه خودشون رو حاکم بر کسانی که نمیخوان زیر بار این زور برند اعمال بکنن و ایران هم به هیچ وجه زیر بار زور نخواهد رفت. در نتیجه کاری که اسرائیل کرد تصورش این بود که میاد ایرانو میزنه. بعد البته اسرائیل تنها نبود، تمام قدرت آمریکا و اروپا پشت سرش بود، تمام کشورهایی که اونجا بودن داشتن ازش پشتیبانی میکردن، همراهی میکردن. اینا تصور نمیکردن که ایران بتواند حتی یه دونه موشک به خاک اسرائیل بزنه. ولی خب ایران جواب داد و ما زیر بار زور، ایران و یا کسانی که دنبال حق و عدالتند امکان نداره زیر بار زور برن. 说到伊朗与以色列的冲突，你也在近期表示，伊朗不希望战争，但是也不惧怕战争。这是否意味着目前的停火状态还比较脆弱？您如何评估战争再起的风险？ ما آغازگر جنگ نبودیم و نیستیم، ولی اگه بخوام حمله بکنم با قدرت در مقابلشون خواهیم ایستاد و این باور و اعتقاد ماست. ما قرار نیست در مقابل زور تسلیم بشیم. ما در مقابل حق و عدالت تسلیمیم. در مقابل زور به هیچ وجه تسلیم نخواهیم شد. و این آن چیزی است که با اون زندگی میکنیم. ما به دنبال آرامش، صلح و امنیت منطقه و جهانیم. اینایی که ادعای حقوق بشری و انسانی و پایبندی به قوانین رو مطرح میکنن، ما پایبندیم. ما میخوایم طبق همون قوانین تو این دنیا زندگی کنیم و حق برابر داشته باشیم. انسان ها با هم برابرن. هیچ انسانی نمیتونه بگه من برترم. علت این که الان بارها گفتم که نظر رهبر شما رو به عنوان یک الگو برای حکمرانی جهان قابل قبوله و همه کسانی که در اجلاس بودن قبول کردن، برای اینکه این یک باور اعتقادی است، یک مسیریه که باید بپذیریم. جوامع هر کدوم جدا جدا حق و حقوق برابری دارن. 国际原子能机构 IAEA 透露，在近日呢，他们的核查员已经抵达伊朗。 این که اومدن، خودشون وقتی میگن اومدن که نمیتونن دروغ بگن. خیلی وقتا اینا وقتی میان و میرن هم باز یه حرفایی میگن که واقعی نی. ما در رابطه با NPT و در رابطه با بازرسی‌ها با سازمان انرژی اتمی مشکل نداشتیم. مشکل زمانی شکل میگیره که میان و اطلاعات غلط رو و یک نگاه غلط رو از ایران بر اساس فشارهایی که کشورهای اروپایی وارد میکنن و لابی‌هایی که اینا دارند، بعد قطعنامه‌ای که صادر میکنن یا گزارشی که میدن گزارش واقعی نی و در نتیجه در روند بین المللی نگاه رو طوری جلوه میدن که ایران در فلان قسمت هنوز مشخص نی. بیشترین نظارت رو اینا در کل دنیا از ایران و مراکز هسته ایران داشتن. اصلا بی سابقه است. ما همه جاهایی رو که لازم بوده اینا ببینن در اختیار اینا قرار دادیم و اینا اومدن و بازرسی کردن. چرا باید بیان و مراکزی رو که طبق
نظر سازمان انرژی هسته‌ای داره اداره میشه، داره نظارت میشه، بمباران کنن. این از نظر قوانین بین المللی کاملا خلاف قانونه. حتی این سازمانی که در حقیقت ما در اونجا عضویم تجاوز اینها رو به مراکز هسته‌ای ما محکوم نکرد. اصلا نمیشه به جاهایی که فعالیت هسته‌ای هست و تازه زیر نظر سازمان داره عمل میکنه اومد و تهاجم انجام داد. اگر اونجا تشعشعات هسته‌ای شکل بگیره میخوان چیکار کنن؟ چگونه میخوان عمل بکنن؟ و این قابل قبول نیست و این چیزی که نباید عمل. ولی سازمان بی‌تفاوت بود. علت این که مجلس جمهوری اسلامی تحریم کرد سازمان رو به خاطر این بود که نوع رفتارشون دوگانه بود با ما، استانداردشون دوگانه بود با ما. ولی خب اجازه هم مجلس اجازه داد که ادامه روابط توسط شورای امنیت کشور شکل بگیره و اومدن اینها با اجازه شورای عالی امنیت ملی ایران بوده و ما در اون چارچوب جدیدی که با اینا خواهیم داشت و الان گفتگو داریم میکنیم روابطمون رو حفظ خواهیم کرد. 在目前伊以冲突、巴以冲突的大背景下，伊朗的核技术发展，比如说铀浓缩，还将继续吗？对于接下来伊朗的和平发展核技术的未来的前景，您是什么想法呢？ نه ما قرار نداریم خارج از چارچوب‌های سازمان انرژی هسته‌ای فعالیتی داشته باشیم. ما فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد و خارج از اون فعالیت قصدی برای ادامه اون کار نداریم. اینا در گفتگوها کاملا میشه روش تفاهم کرد، چگونه که قبلا تفاهم کرده بودیم. ما پایبند اون تفاهمات و گفتگوهایی بودیم که با هم داشتیم. الان هم آماده ایم در همون چارچوب‌های بین المللی گفتگو کنیم و اگر اشکالاتی هم وجود داشته باشه قابل حله. 美国方面曾经提出希望伊朗完全放弃铀浓缩活动，您当时听到美国方面这个诉求的时候是什么反应呢？ این که گفتم خدمت شما منطق زوره. اون با زور میخواد این کار بکنه. اینا اومدن مراکز ما رو زدن چون زور داشتن. ولی اون اندیشه و توان و مهارت در ذهن ما ایرانیانه. میسازیم، با قدرت میسازیم و اینو نمیتونن حق و حقوقی که از نظر قوانین بین المللی کشورها میتونن داشته باشن با زور نگذارن که این کشورها از علمی که برای فعالیت‌های صلح‌آمیز لازمه استفاده بکنن. اینا یه عده کشورها رو جیره‌خوار خودشون میخوان. یه عده کشورها رو میخوان که در حقیقت تحت تسلط خودشون باشه. بیان منابعشون رو بردارن ببرن، نفتشون و گازشون و معدنشون رو، و بعد وقتی که تموم شد بگیرن و هر چطور دلشون خواست بکشن، بمباران بکنن، گرسنه نگه دارن، نذارن دارو بهشون برسه، غذا بهشون برسه و بعد در پشت این تریبون ها و نهادهای تبلیغاتی دم از انسانیت بزنن. دروغ میگن، زور میگن. و اون چیزی که الان کشورهای منطقه به دنبالشن و کشورهایی که دنبال عدالت و انصافن، اینی که نباید در مقابل زور سرخم کرد. به هیچ وجه هیچ انسان آزاده‌ای در مقابل زورگویی سرخم نمیکنه. ما در چارچوب قوانین بین المللی حق داریم فعالیت‌های علمی بکنیم. ما برای اینکه مریضامون رو درمان بکنیم نیاز به ایزوتوپ‌هایی داریم که هم برای شناسایی بیماری به درد میخوره، هم برای درمان خیلی از بیماری‌ها به درد میخوره. اونا حق ندارن به ما بگن که شما نمیتونید از این علم استفاده کنید. یعنی جوامعی که میتوانند این کارو بکنن اجازه نمیدن. و این ظلمه، انصاف نیست. این بی‌عدالتیه، این قلدریه. 近些年来，中东局势动荡不安，持续升级。9月9日，以色列对卡塔尔首都多哈一处居民区发动空袭，目标是在卡塔尔讨论美国最新停火提议的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯的谈判代表团。以军袭击造成6人死亡。这份停火协议是美方9月7日提出的。 美方声称，以色列已经同意此协议。这是继6月袭击正在与美国进行多轮谈判的伊朗之后，以色列再次袭击一个谈判方。以方的做法受到国际社会的强烈谴责，美国的默许乃至纵容也招致广泛批评。
您认为中东局势接下来可能会朝着什么样的方向演变？ من فکر میکنم باید شنیده باشید که نتانیاهو میگفت ما یه اسرائیل بزرگ رو داریم تعقیب میکنیم و نقشه‌ای که اینا برای اسرائیل کشیدن تا خیلی از کشورهای منطقه رو در بر میگیره. اسرائیل باید به حق و حقوق خودش از حدود مرز خودش حق نداره تجاوز بکنه، ولی الان داره راحت در سوریه تجاوز میکنه، در غزه داره با فشاری که داره میاره و با کشتاری که داره ایجاد میکنه و با سیاست‌هایی که با گرسنه نگه داشتن انسان‌ها رو داره به طرف مرگ میبره و الان هم داره فشار میاره که اونا رو از اونجا بیرون بکنه. اینا سیاست‌هایی است که اسرائیل با پشتیبانی و اجازه آمریکا داره انجام میده و این چیزی نیست که دنیا ببینه بپذیره. و این کشورهایی که ایستادند به امروز و نسبت به یک جانبه گرایی موضع دارند در قبال این بیقانونی ها و این بیعدالتی ها و این بی‌انصافی هایی که اونا دارن انجام میدن میخوان بایستن. 您认为中东地区想要实现和平稳定，最关键的一个因素是什么呢？ مهمترین صلحش همون وحدت و انسجام کشورها و احترام به تمامیت ارضی همدیگه و کمک و تبادل تجربیات با همدیگه. همین چیزی که الان ما در این اجلاس ها با همدیگه گفتگو میکنیم. بپذیریم هر کشوری در هر جایگاهی با هر قدرتی با هر ثروتی میتونه از اون فرهنگ و سلیقه و آداب خودش استفاده کنه، داشته باشه. با کشورهای دیگه هم ارتباط سالمی در رابطه با تجارت و صنعت و هوش مصنوعی و فعالیت‌های دیجیتالی داشته باشه، به هم دیگه کمک بکنیم. یعنی وحدت و انسجام میتونه این مشکل رو حل کنه. همون حکمرانی جهانی میتونه این مسئله رو حل. پایبندی به قوانین میتونه حل بکنه. ماها با هم باید اونقدر رشد کرده باشیم که بتونیم با هم دیگه بشینیم یه چارچوبی رو در بیاریم که به حق و حقوق همدیگه تجاوز نکنیم. میتونیم با همدیگه یه چارچوبی رو در بیاریم که به همدیگه کمک بکنیم و مشکلات همدیگه رو حل کنیم. میتونیم برای همدیگه راههایی درست بکنیم که تبادلات و تعاملاتمون با همدیگه افزایش پیدا کنه. یعنی اینا در منطق توسعه جهانی خیلی روشنه. به جای اینکه زور بگیم، به جای اینکه قلدری بکنیم، به جای اینکه تمامیت خواهی بکنیم، به جای اینکه منطق زور رو حاکم بکنیم، زور منطق رو حاکم بکنیم. 您曾经表示，去年促使您参加总统竞选最重要的原因之一，是因为您看到了伊朗，看到了周边国家有一些问题，您希望来解决问题。而作为曾经的一名心脏外科医生，您认为现在伊朗面临的最严重的症结是什么？您又会开出什么样的处方呢？ وقتی که مدرک گرفتیم قسم خوردیم که درمان آلام بیمارانمون باشیم، دردشون رو درمان بکنیم. در نتیجه وقتی این قسم رو خوردیم، الان با این نگاه وقتی به جامعه میخوایم نگاه کنیم، ما به دنبال این نیستیم که اینا کیان، چگونه فکر میکنن، چگونه در حقیقت چه جنسیتی دارن، چه قومیتی دارن، چه باوری دارن. ما نمیتونیم بگیم یکی که مریض 2 تا بخیه میزنیم، به اصطلاح پولدار خوب عمل میکنیم، مثلا 10 تا بخیه میزنیم، برای که پول نداره 2 تا بخیه میزنیم. اصلا امکان نداره. همون کار رو برای فقیر میکنیم که برای یک دارا و توانمند انجام میدیم. در نتیجه جامعه هم همینه. جامعه هم انسانن. حاکمیت وظیفش اینه که بر اساس عدالت و انصاف و با اینا برخورد بکنه و بستری آماده کنه که همه بتونن استعدادها و توانمندی‌های خودشون رو بروز بدن. در نتیجه تلاش ما، نگاه ما و کوشش ما برای اینکه تلاش کنیم تا جایی که کسی دردی داره درد نداشته باشه، کسی که رنجی داره رنج نکشه. اینا چیزهایی است که در پزشکی با اعتقاد بهش عادت کردیم و الان هم وظیفمون اینه که در خدمت مردممون باشیم. 总统先生，非常感谢您今天在百忙当中接受我们的采访，也感谢您与我们分享您的真知灼见，谢谢您。 متشکرم، خیلی ممنون و آرزوی موفقیت برای شما مردم عزیز چین و خانواده‌تون دارم.在专访当中，
佩泽西奇扬总统表示，习近平主席提出的全球治理倡议，强调主权、平等与法治，是当今国际理念的典范，得到了国际社会的广泛认同。伊朗将与中国一道，共同反对单边主义与强权政治，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。感谢您收看本期的高端访谈，我是邹韵，我们下期再会。